یک منبع از حکومت جمهوری بعضی پلیس خبر داده است که با سفارش پرزیدنت تاجیکستان گروهی کاری تأسیس داده شده است و طبق آن به تهیه لایحه قانون درباره عفو پرداختند. به گفته منبع گروهی کاری عبارت از حقوق شناسی ورزیده کشور و نمایندگان ساختارهای حفظ حقوق باید تا آخر ماه اوگوست لایحه قانون را به سرور دولت پیشنهاد کنند. به اصطلاح عفو طلایی که با تشبث پرزیدنت به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان صورت میگیرد زیاده از 25000 نفر گمانبر شدگان، سودشوندگان و محکوم شدگان را فرا گرفته میتواند. ذکر کرده از سرچشمه اینچنین تاکید شد که برای قبولی لایحه قانون آخر ماه اوگوست یا اول ماه سپتامبر وکالت پلاتای پایانی پارلمان از تعطیلی تا 20 بازخوان کرده می شوند. معمولا در جمهوری به افتخار سالگرد جشن‌های دولتی عفو اعلان می شود. به مناسبت 25مین سالگرد قبولی کنستیتوسیون جمهوری در سال 2019 زیاده از 20000 نفر محکوم شدگان مورد عفو قرار گرفتند. سال 2014 در سالگرد 20 سالگی قبولی کنستیتوسیون قانونی عفو 10000 نفر و سال 2011 به افتخار جشن 20مین سالگرد استقلالیت دولتی 15000 نفر را فرا گرفت.